فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده پرسیدن که آیا کسی میتونه با زبان روزه برای رهایی از اطلاعات و سپاه و این دژقیمان دروغ بگه در حالی که زبان روزه هم هستین؟ آیا این کار توجیه پذیره؟ دروغ گفتن به صورت کلی که از گناهان کبیره هست یا ایشون در واقع خصوصا که در حال روزه باشه جایز هست که انسان جان خودش را یا مال خودش را از یک فردی که ظالم هست یا از یک جهت و منبعی که بر انسان ظلم بکند به یک وسیله اون رو برهاند و بهترین مورد در این چنین موارد که انسان دچار چنین مخمسه ها می شود توریه هست. این یک جواب گنگی باشد و که دو احتمال داشته باشد که اون طرف مقابل در واقع در پاسخی که دریافت می‌کند قانع بشود به یک صورتی.